چگونگی استفاده از اراده. برای ثروتمند شدن به روش علمی قرار نیست که شما قدرت اراده تان را بر هر چیزی غیر از خودتان اعمال کنید، زیرا در هر صورت چنین حقی ندارید. این درست نیست که اراده تان را بر دیگر مردان و زنان اعمال کنید تا مجبور به انجام آنچه شما می‌خواهید شوند. مجبور کردن مردم با قدرت ذهن به همان اندازه وادار کردن آنها با قدرت بدنی غلط است. چه افراد را با قدرت بدنی به انجام کارها برای خود مجبور کنید و چه با ابزار ذهن، در هر دو حالت آنها را تا حد بردگی خفیف کرده اید. تنها تفاوت در روش کار است. اگر گرفتن چیزی از مردم با نیروی بدنی دزدی باشد، در نتیجه گرفتن چیزها با نیروی ذهنی نیز دزدی است و هیچ تفاوتی در اصل مطلب ندارد. شما حق ندارید که از قدرت اراده تان بر روی شخصی دیگر حتی برای صلاح خودش استفاده کنید، زیرا شما نمیدانید چه چیز به صلاح اوست. دانش ثروتمند شدن به کوچکترین اعمال قدرتی بر هیچ کس دیگری احتیاج ندارد. در واقع هر گونه تلاشی در استفاده از اراده تان بر دیگران فقط به شکست اراده خود شما منجر می شود. حتی لازم نیست که شما اراده تان را بر چیزها اعمال کنید تا آنها را وادار به حرکت به سمت خود کنید، زیرا این کار در حقیقت تلاش به وادار ساختن خداست و همانقدر که گستاخانه است، احمقانه و بیفایده نیز هست. به همان اندازه که لازم نیست از قدرت اراده تان برای طلوع خورشید استفاده کنید، نیازی نیست که خدا را مجبور به دادن چیزهای خوب به خود کنید. نیازی نیست تا از قدرت اراده تان برای غلبه بر نیروی فرضی مخالف استفاده کنید، زیرا باعث می شوید که لجاجت و سرکشی در شما ساکن شود. جوهر با شما مهربان است و برای دادن همه این موارد خوب به شما حتی از خودتان نیز مشتاق‌تر است. برای ثروتمند شدن فقط کافی است تا قدرت اراده تان را بر خود اعمال کنید. وقتی می‌دانید چه فکری کنید و چه کاری انجام دهید، در آن هنگام باید از اراده تان برای وادار ساختن خود به درست اندیشیدن و انجام کارهای صحیح استفاده کنید. این کار استفاده مشروع از اراده در جهت رسیدن به خواسته هایتان و حفظ خود در مسیر درست یا همان روش معین است. سعی نکنید تا امواج اراده و اندیشه تان را به فضا بفرستید تا بر مردم و اشیا و موضوعات اثر کند. ذهنتان را در خانه نگه دارید، زیرا در آنجا بیش از هر جای دیگری میتواند مؤثر باشد. از فکر خود برای شکل‌دهی تصویر ذهنی خواسته هایتان و حفظ هدف خود به کمک ایمان و اراده استفاده کنید و از اراده خود برای نگهداری ذهنتان در عمل کردن به روش درست بهره بگیرید. هرچه ایمان و اراده تان پایدارتر و پیوسته تر باشد، سریعتر ثروتمند خواهید شد، زیرا در این صورت تأثیر شما بر جوهر فقط مثبت است و تلاش هایتان را با تأثیرات منفی خنثی نخواهید کرد. بر اساس دلایل بسیار، تصویری از خواسته هایتان که با ایمان و اراده همراه می شود جذب بدون شکل خواهد شد و تا فواصل بسیار دور در تمام هستی رسوخ خواهد کرد. با پخش این تأثیر همه موجودات در جهت تحقق آن شروع به حرکت می کنند. تمام موجودات زنده و غیر زنده و حتی چیزهایی که تاکنون آفریده نشدند در راستای تحقق بخشیدن به خواسته هایتان به جنبش در می آیند. همه نیروها در آن جهت اعمال می شوند و همه چیز شروع به حرکت به سمت شما می کند و افکار مردم در همه جا تحت تاثیر برآوردن تمایلات شما قرار می گیرد. ولی می توانید تمام این تلاش ها را با تأثیری منفی در جوهر بدون شکل متوقف کنید. به همان اندازه که ایمان و اراده قادر به حرکت دادن موارد به سمت شما هستند، تردید و بی‌اعتقادی می توانند باعث دوری همه آنها از شما شوند. عدم درک این موضوع باعث شکست بیشتر افرادی است که تلاش می کنند تا به کمک دانش ذهن ثروتمند شوند. هر ساعت و هر لحظه‌ای که به ترس‌ها و تردیدهایتان اعتنا کنید، در نگرانی به سر ببرید یا بی ایمانی روحتان را فرا بگیرد، باعث می شود تا موجی را در تمام دامنه جوهر هوشمند از شما دور کند. تمام وعده ها مختص کسانی است که باوری محکم دارند. دقت کنید که عیسی چقدر بر مسئله باور تاکید داشت و شما اکنون دلیل آن را می دانید.
باور شما بسیار مهم است. بنابراین باید از اندیشه هایتان محافظت کنید و چون باورهایتان تا حد بسیار زیادی از دیده ها و اندیشه هایتان شکل می گیرد، مهم است که بر توجهتان تسلط داشته باشید و اینجاست که اراده به کار می آید. زیرا با اراده تان است که تصمیم می گیرید توجهتان را به چه چیزهایی معطوف کنید. اگر می‌خواهید ثروتمند شوید نباید در مورد فقر مطالعه کنید. هیچ چیز با اندیشیدن درباره متضادش به وجود نمی‌آید. سلامتی هرگز با مطالعه و تفکر درباره بیماری به دست نمی‌آید. پرهیزکاری با بررسی گناه ترویج نمی‌یابد و هیچ کس هرگز با اندیشیدن درباره فقر ثروتمند نخواهد شد. پزشکی به عنوان دانش بیماری مریضی‌ها را افزایش داده است. دین به عنوان دانش گناه کجی‌ها را ترویج داده و اقتصاد به عنوان دانش بررسی فقر دنیا را از بدبختی و نیاز پر کرده است. درباره فقر نه حرف بزنید و نه آن را بررسی کنید. حتی خود را نگرانش هم نکنید. مهم نیست که چه دلایلی دارد، زیرا کاری از دست شما ساخته نیست. زمان خود را صرف فعالیت‌های خیریه و نیکوکارانه نکنید، زیرا بیشتر خیریه‌ها موجب پایداری آن بدبختی و ناکامی‌هایی می‌شوند که قرار بود ریشه‌کن شوند. منظورم این نیست که باید سنگدل و بی‌عاطفه باشید یا از شنیدن فریاد نیازمندان خودداری کنید، بلکه نباید به دنبال نابودی فقر به روش‌های متداول باشید. فقر و تمام آنچه به آن وابسته است پشت سر بگذارید و جبران مافات کنید. ثروتمند شوید. این بهترین راهی است که می توانید به فقرا کمک کنید. شما با پر کردن ذهنتان از تصاویر فقر نمی توانید تصویر ذهنی لازم برای ثروتمند شدن را حفظ کنید. کتاب‌هایی نخوانید که آمار بدبختی مستاجران و سختی‌های کار کودکان را ارائه می‌کند. هر چیز که ذهنتان را آکنده از این تصاویر تیره رنج و نیاز می‌کند کنار بگذارید. با دانستن این چیزها نمی‌توانید کمترین کمکی به فقرا کنید و این دانش گسترده هرگز به برچیدن فقر منجر نخواهد شد. آنچه به زدودن فقر منجر می شود آوردن تصاویر فقر به ذهنتان نیست، بلکه آوردن تصاویر ثروت و افکار فقرا است. شما با این کار فقرا را در بدبختی هایشان رها نمی کنید. با افزایش تعداد افرادی که درباره فقر می اندیشند نمی توان آن را از بین برد، بلکه با افزایش تعداد افراد فقیری که با ایمانی محکم اراده می کنند تا ثروتمند شوند می توان فقر را نابود ساخت. فقرا به خیریه نیاز ندارند. آنها نیازمند الهام و انگیزند. خیریه تکنانی به آنها میرساند تا در بدبختیشان زنده بمانند یا سرگرمشان میکند تا 1-2 ساعت بیچارگیشان را فراموش کنند. اما انگیزه باعث می شود تا آنها از این بیچارگی خارج شوند. اگر می خواهید به فقرا کمک کنید نشان دهید که می توانند ثروتمند شوند و این کار را با ثروتمند شدن خودتان اثبات کنید. تنها راه زدودن همیشگی فقر از این دنیا رسیدن به تعداد زیاد و روزشمار کسانی است که به آموزه های این کتاب عمل می کنند. باید به مردم آموزش داد که از طریق آفرینش ثروتمند شوند، نه از طریق رقابت. هر کس که از طریق رقابت ثروتمند شود، نردبانی که از آن بالا آمده است در پشت سرش می اندازد تا دیگران را همان پایین نگه دارد. اما کسی که به روش آفرینش ثروتمند می شود، راهی برای هزاران تن می گشاید تا او را دنبال کنند و حتی آنها را به این کار ترغیب می کند. شما با عدم مشاهده و مطالعه فقر یا اندیشیدن و صحبت کردن درباره آن یا حتی گوش ندادن به کسانی که از فقر سخن میگویند سنگدل و بی احساس نیستید. از قدرت اراده تان بهره ببرید و ذهنتان را به روی موضوع فقر ببندید و آن را به کمک ایمان و اراده برای تصویر خواسته هایتان باز نگه دارید. استفاده بیشتر از اراده. برای به دست آوردن تصویری واضح و درست از ثروت به هیچ وجه توجه خود را چه به صورت عینی و چه ذهنی با تصاویر مخالف گمراه نکنید. درباره مشکلات اقتصادی گذشته خود حرف نزنید. حتی درباره‌اش فکر هم نکنید. از فقر والدین یا مصایب گذشته زندگیتان سخن نگویید. با انجام هر یک از این امور شما خود فعلیتان را به طور ذهنی در رده فقرا قرار می دهید و این کار به طور قطع باعث توقف حرکت ثروت به سمت شما خواهد شد. عیسی گفته است بگذارید مردگان مرده هایشان را دفن کنند.
فقر و هر آنچه به آن وابسته است به طور کامل پشت سر بگذارید. شما درستی نظریه معینی را درباره هستی پذیرفته اید و تمام آرزوهایتان برای خوشبختی به درستی آن وابسته است. پس با پرداختن به نظریات مخالف به چه چیزی خواهید رسید؟ کتاب‌ها و نوشته‌های افشاگران و فیلسوفان بدبینی را نخوانید که اظهار می‌کند دنیا به زودی به پایان می‌رسد و همه چیز به شیطان ختم می‌شود. دنیا به سمت خداوند پیش می‌رود، نه شیطان. آینده دنیا شگفت انگیز خواهد بود. ممکن است خیلی مسائل در شرایط موجود برایتان قابل پذیرش نباشند، اما بیشک همه آنها گذرا هستند. پس فایده اش چیست که درباره آنها مطالعه کنیم، در حالی که این کار فقط ماندگاری این موارد را بیشتر می کند؟ چرا توجه و زمان خود را به اموری اختصاص دهیم که با فرایند تکامل از بین می روند، در صورتی که می توان تنها با ایفای نقش خود در ترویج این رشد تکاملی نابود شدنشان را تسریع کرد؟ هیچ مهم نیست که اوضاع در بعضی مناطق و کشورها تا چه اندازه وحشتناک و فاجعه برانگیز است. شما با در نظر گرفتن آنها فقط وقت خود را تلف می کنید و فرصتها را از دست می دهید. شما باید علاقه به ثروتمند شدن را در خود ایجاد کنید. به جای فقری که در جهان رشد می کند، درباره ثروت‌هایی بیاندیشید که دنیا به سمت آن می رود. همچنین در نظر داشته باشید که تنها راه همکاری با جهان برای ثروتمند شدن این است که خود شما به روش آفرینشی ثروتمند شوید، نه رقابتی. تمام توجه خود را به ثروت‌ها معطوف کنید و فقر را نادیده بگیرید. هر بار که درباره فقرا می‌اندیشید یا سخن می‌گویید، آنها را به چشم کسانی بنگرید که در حال ثروتمند شدن هستند و باید به آنها تبریک گفت، نه اینکه مورد ترحم واقع شوند. در نتیجه آنها و دیگران انگیزه پیدا می‌کنند تا راهی به بیرون بیابند. این که میگویم تمام مدت ذهن و فکرتان را متوجه ثروت‌ها کنید، منظور این نیست که شما باید خسیس و پست باشید. ثروتمند شدن با شکوه ترین هدفی است که می توانید در زندگی داشته باشید، زیرا شامل همه چیز می شود. در سطح رقابتی، نزاع برای ثروتمند شدن تقلایی بدون خدا برای قدرت یافتن بر دیگر انسان هاست، ولی هنگامی که به ذهن آفرینشگر روی می آوریم همه چیز تفاوت دارد. تمام آنچه در مسیر عظمت، آرامش روح، خدمت و تلاش شرافتمندانه امکان پذیر است، همه از طریق ثروتمند شدن به دست می آید. همه اینها با استفاده از اشیا میسر می شوند. اگر از فقدان سلامت جسمانی رنج میبرید، در میابید که کسب این سلامتی به ثروتمند شدنتان بستگی دارد. فقط کسانی در سلامتی به سر میبرند که نگرانی های مالی نداشته باشند، از وسایل زندگی شادمان بهره مند باشند و عادات بهداشتی درستی را رعایت کنند. عظمت اخلاقی و روحی فقط برای آنهای امکان پذیر است که فراتر از نبرد رقابتی برای وجود هستند و تنها افرادی از تأثیرات مخرب رقابت در امان هستند که بر اساس تفکر خلاق ثروتمند میشوند. اگر در قلبتان مشتاق سعادت خانوادگی هستید، به خاطر بسپارید که اوج شکوفایی عشق وقتی است که تهذیب و سطح بالایی از تفکر و آزادی از تأثیرات مخرب وجود داشته باشد و تمام این خصایص در جایی یافت می شوند که ثروت از کاربرد تفکر خلاق به دست آمده باشد، نه با ستیزه و رقابت. تکرار می کنم، هیچ هدفی شریفتر و با عظمت‌تر ثروت شدن نیست. شما باید توجهتان را به تصویر ذهنی ثروت‌ها معطوف کنید و هر آنچه به تیر و تار شدن این تصویر منجر می شود از ذهن برانید. باید یاد بگیرید تا در هر چیزی حقیقت بنیادین را ببینید و بدانید که در پشت پرده شرایط به ظاهر غلط، نفس واحد بزرگ همیشه در حال حرکت به جلو و در نتیجه تجلی و سعادت کاملتر است. حقیقت این است که چیزی به نام فقر وجود ندارد و تنها حقیقت فقط ثروت است. عده‌ای از مردم در فقر باقی میمانند، زیرا از این واقعیت بیخبرند که برای همه آنها ثروت کافی وجود دارد. برای این افراد نشان دادن مسیر وفور نعمت‌ها در کردارتان بهتر از هر آموزش دیگری است. عده دیگر فقیرند، زیرا در عین حال که حس می‌کنند راه فراری دارند، اللحاظ فکری تا حدی تنبل هستند که تلاش ذهنی لازم را برای یافتن آن راه و سفر از طریق آن به جان نمی‌خرند.
بهترین کاری که برای این گروه میتوان کرد برانگیختن میلشان با نشان دادن سعادتی است که از درست ثروتمند شدن به دست می آید. دیگران همچنان فقیرند، زیرا در حالی که مفاهیمی از دانش را کسب کردند چنان در پیچ و خم‌های نظریه‌های ماورالطبیعه و اسرارآمیز غرق شدند که نمی‌دانند کدام راه را برگزینند. آنها آمیزه از چند روش را می‌آزمایند و در همه شکست می‌خورند. برای این دسته نیز بهترین راه نشان دادن روش درست با کردار خودتان است. 1 اونس عمل به 1 پوند نظریه پردازی می‌ارزد. بهترین کاری که می توانید برای دنیا انجام دهید این است که بهترین خودتان را بسازید. مؤثرترین راه برای خدمت به خداوند و نوع بشر ثروتمند شدن خودتان است. البته به شرط ثروتمند شدن از راه خلاقیت، نه نوع رقابتی. و اما مسئله دیگر، ادعای ما این است که کتاب حاضر اصول دانش ثروتمند شدن را با دیگر جزئیات لازم ارائه می کند. پس اگر این ادعا درست باشد دیگر نیازی به خواندن هیچ کتاب دیگری درباره این موضوع ندارید. ممکن است کوتاه‌فکرانه و خودخواهانه به نظر برسد، ولی در نظر بگیرید که در محاسبات ریاضی به جز جمع، تفریق، ضرب و تقسیم هیچ روش علمی دیگری وجود ندارد و امکان پذیر نیست. احتمال دارد باشد، ولی همیشه یک راه هست که کوتاه‌ترین مسیر بین 2 نقطه محسوب می شود. فقط یک راه برای تفکر علمی وجود دارد و آن هم اندیشیدن به روشی است که در مستقیم ترین و ساده ترین راه به هدف منجر می شود. هیچ کس تاکنون روشی روانتر و خلاصه تر از این کتاب تنظیم نکرده است. تمام موارد غیر ضروری کتاب حاضر از آن جدا شده و اساره کاملی در اختیارتان قرار گرفته است. هنگامی که شروع به عمل بر مبنای این روش می کنید همه نظریه های دیگر را کنار بگذارید و به طور کامل از ذهن خود دورشان کنید. این کتاب را با خود نگه دارید و هر روز آن را بخوانید. عباراتش را به حافظه بسپارید و درباره دیگر نظریات و روش ها نیندیشید. با این کار سایه های تردید و تزلزل بر قطعیت اندیشه هایتان سایه می افکند و شکست های شما از همین جا شروع می شود. پس از اینکه پیشرفت کردید و ثروتمند شدید، هر چقدر دلتان خواست درباره روش های دیگر مطالعه کنید. اما تا وقتی 100% مطمئن نشدید که به خواسته هایتان رسیده اید، هیچ کتاب دیگری را در این زمینه مطالعه نکنید مگر آنچه در مقدمه نام برده شد. به یاد داشته باشید همیشه فقط خوشبینانه ترین اخبار جهان که در هماهنگی با تصویر شما هستند دنبال کنید. همچنین تحقیقات خود را در علوم اسرارآمیز به بد موکول کنید و سر خود را با عرفان، احضار ارواح و مطالعات مشابه گرم نکنید. خیلی محتمل است که مردگان در نزدیکی ما زندگی کنند، ولی اگر همچنین باشد تنهایشان بگذارید و به کار خود برسید. ارواح مردگان هر کجا که باشند مشغله های خودشان را دارند و باید مشکلاتشان را حل کنند و ما نیز هیچ حقی نداریم که مزاحم آنها شویم. ما نمیتوانیم کمکی به آنها کنیم و خیلی بعید است که آنها هم بتوانند به ما کمک کنند. اگر هم بتوانند ما حق نداریم به وقت آنها تعدی کنیم. مردگان و جهان پس از مرگ را باید به حال خود بگذارید و مسائل خودتان را حل کنید و ثروتمند شوید. اگر خود را درگیر امور اسرارآمیز کنید، کشتی اهدافتان به جریان مخالف برمیخورد و بدون تردید غرق می شود. نتیجه گیری از فصلهای پیشین و فعلی ما را به این حقایق بنیادین در عبارات زیر راهنمون می شود. ماده متفکر وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده است و در حالت اصیل خودش تمام فضای جهان را در بر می‌گیرد. اندیشه‌ای در درون این جوهر آنچه به وسیله اندیشه به تصویر کشیده شود تولید می‌کند. انسان می‌تواند مواردی را در اندیشه‌اش شکل دهد و با تأثیرگذاری اندیشه‌اش بر جوهر بدون شکل باعث آفرینش آنچه درباره‌اش می‌اندیشد شود. برای انجام این کار انسان باید از اندیشه رقابتی به تفکر خلاق صعود کند. او باید تصویر ذهنی واضحی از خواسته هایش را شکل دهد و این تصویر را در اندیشه هایش با اراده و ایمانی محکم و شکست ناپذیر که به خواسته هایش میرسد حفظ کند. آنگاه ذهنش را به روی هر آنچه ممکن است به تزلزل این اراده مبهم شدن تصویر یا خاموش کردن ایمانش منجر شود ببندد. علاوه بر همه اینها اکنون خواهیم دید که ما باید به روشی معین زندگی
و عمل کنیم. عمل کردن به روشی معین. اندیشه قدرتی خلاق یا نیروی وادار کننده است که باعث عمل کردن قدرت خلاق می شود. اندیشیدن به روشی معین ثروت‌ها را به سوی شما می آورد، ولی نه این که فقط به آن تکیه کنیم و از عملکرد شخصی غافل شویم. این همان پاشنه آشیل کار است که بسیاری از دانشمندان متفکر متافیزیک در آن شکست می‌خورند، زیرا در برقراری ارتباط بین اندیشه و عمل شخصی ناموفق هستند. اگر حتی فرض کنیم که روزی انسان بتواند بیواسطه و بدون فرایندهای طبیعت و کار بشر از سوی جوهر بدون شکل دست به آفرینش بزند، هنوز به آن سطح از پیشرفت نرسیده ایم. انسان فقط نباید بیاندیشد، بلکه عمل شخصی او نیز باید اندیشه‌اش را تکمیل کند. با این اندیشه می توانید طلای موجود در دل کوهستان‌ها را وادار به حرکت به سمت خود کنید، ولی این طلا نه خود به خود استخراج می شود، نه پالایش و نه به شکل سکه ضرب می شود، نه می تواند خودشان غلطان جاده ها را به دنبال جیب شما بپیماید. تحت قدرت مطلق روح متعال امور انسان‌ها به صورتی مقدر می شود که عده‌ای طلا را برایتان استخراج کنند و عده‌ای هم مشغول تجارت شوند تا این طلا به سمت شما حرکت کند، ولی شما نیز باید کسب و کارتان را طوری تنظیم کنید که تا زمانی که این طلا به شما رسید قادر به دریافت آن باشید. افکار شما همه جانداران و غیر جانداران را برای رساندن خواسته هایتان به شما وادار به کار می کنند، ولی فعالیت شخصی شما هم باید طوری باشد که هنگام رسیدن این چیزها بتوانید آنها را دریافت کنید. قرار نیست که شما این چیزها را از طریق خیریه یا دزدی به دست بیاورید، بلکه باید به هر کسی در قبال بهای نقدی دریافتی از او ارزش بهره‌وری بیشتری عطا کنید. استفاده علمی از اندیشه شامل این می شود که تصویر ذهنی واضح و مشخصی را از خواسته هایتان شکل دهید، اراده‌ای راسخ برای به دست آوردن آن داشته باشید و درک کنید که با ایمانی همراه با شکرگزاری به هر آنچه بخواهید می رسید. به هیچ روش اسرارآمیز و مکتوبی اندیشه خود را با این تصور که کارها را برای شما به سرانجام میرساند در فضا رها نکنید، زیرا تلاشی بیهوده است و قدرت شما را در تفکر خردمندانه کاهش می‌دهد. در فصل‌های گذشته نقش اندیشه در ثروتمند شدن به طور کامل بررسی شد. ایمان و اراده شما تصورتان را به صورتی مثبت به جوهر بدون شکل منتقل می‌کند، به او که حتی از خود شما هم به زندگی مشتاق‌تر است. این تصور که از سوی شما دریافت شده است تمام نیروهای آفرینشگر را به سمت شما و از همان مجاری عادی به کار می‌اندازد. این وظیفه شما نیست که فرایند آفرینش را هدایت و سرپرستی کنید. تنها کار شما این است که رویای خود را نگه دارید، به هدف و مقصودتان بچسبید و ایمان و شکرگزاری خود را نیز حفظ کنید. ولی برای تصاحب آنچه به راستی متعلق به شما است، باید به روشی معین عمل کنید. در این صورت می توانید با آنچه در تصور خود داشته اید به درستی مواجه شوید و هنگام دریافتش آن را در جایگاه مناسب قرار دهید. در حقیقت شما می توانید صحت این مطلب را مشاهده کنید. وقتی چیزها به شما می رسند در دست افراد دیگری قرار می گیرند که به همان اندازه شما خواهان آن بودند. فقط زمانی می توانید آنچه متعلق به شما است به دست بیاورید که آنچه متعلق به دیگری است به او بدهید. قرار نیست شما کیف پول جادویی داشته باشید که بدون هیچ زحمتی از جانب شما همیشه پر از پول باشد. اینجا همان نقطه تعیین کننده دانش ثروتمند شدن است، همان جایی که عمل و اندیشه باید ترکیب شوند. مردمان بسیار زیادی هستند که آگاهانه یا ناخودآگاه با سماجت بر خواسته هایشان نیروهای آفرینشگر را به کار می اندازند، ولی همچنان فقیر می مانند، زیرا آمادگی دریافت خواسته هایشان را در هنگام ورود ندارند. با اندیشه آنچه می خواهید به سمتتان می آید و با عمل آن را دریافت می کنید. عمل شما هر چیزی که باشد بدیهی است که همکنون باید عمل کنید. شما نمی توانید در گذشته عمل کرد داشته باشید و حتی برای وضوح تصویر ذهنیتان مهم است که گذشته را از ذهن خود خارج کنید. در آینده نیز نمی توانید دست به کاری بزنید، زیرا آینده هنوز فرا نرسیده است و تا واقعی در آینده رخ ندهد نمی توانید بگویید که در آن هنگام چه خواهید کرد. اگر هم اکنون در حرفه یا محیط مناسبی
مشغولی قرار ندارید، تا ورود به حرفه و محیط مناسب عمل کردن را به تعویق نیندازید. حتی زمان خود را صرف این نکنید که در شرایط اضطراری ممکن در آینده بهترین واکنش چه میتواند باشد. به توانایی خود در رویارویی با پیشامدهای اضطراری در هنگام وقوعشان ایمان داشته باشید. اگر در زمان حال مشغول کار باشید ولی ذهنتان به آینده معطوف باشد، عملتان کارایی لازم را نخواهد داشت. ذهنتان را به طور کامل به عمل فعلی خود معطوف کنید. اگر انگیزش آفریننده خود را به جوهر اصیل منتقل کنید، سپس در کناری بنشینید و منتظر نتیجه بمانید، هرگز به خواسته هایتان دست نخواهید یافت. هرگز زمانی به جز حال وجود نداشته است و نخواهد داشت. اگر به راستی می‌خواهید خود را برای دریافت خواسته هایتان آماده کنید، باید از همین حالا دست به کار بشوید. عمل شما هر چه که باشد باید بیشتر در شغل فعلیتان و در تعامل با افراد و مسائل موجود در محیط کنونیتان باشد. شما در جایی نیستید، در جایی که زمانی بودید یا در آینده خواهید بود که نمی‌توانید عمل کنید. فقط در مکان فعلیتان قادر به چنین کاری هستید. نگران این نباشید که کار دیروز خوب یا ضعیف بوده است. کار امروز را به خوبی انجام دهید. سعی نکنید کارهای فردا را همکنون انجام دهید، زیرا هنگامی که به آنها برسید زمان کافی برای انجامشان خواهید داشت. سعی نکنید به روش‌های اسرارآمیز بر افراد یا چیزهایی که خارج از دسترس شما هستند تأثیر بگذارید. قبل از شروع به کار منتظر تغییر محیط نباشید، بلکه با عمل خود این تغییر محیط را ایجاد کنید. شما می توانید در محیط فعلیتان طوری عمل کنید که باعث جابجایی خود به محیطی بهتر شوید. همواره با ایمان و اراده تصویر بودنتان را در محیطی بهتر در ذهن حفظ کنید، ولی با تمام وجود و ذهن و توان خود در محیط فعلیتان دست به کار شوید. هیچ زمانی را در روز با رویا پردازی و خیال بافی تلف نکنید، بلکه به تجسم یکتای خاصه تان بپردازید و همکنون عمل کنید. برای اولین گام به سمت ثروتمند شدن به دنبال انجام کاری جدید یا عملی عجیب یا چشمگیر نباشید. ممکن است لازم باشد حداقل برای مدتی به همان کار گذشته تان مشغول باشید، ولی شما باید همکنون شروع به انجام کارها به روشی معین کنید. اگر مشغول حرفه‌ای هستید که حس می‌کنید مناسب شما نیست، قبل از شروع به کار منتظر رسیدن به حرفه مناسب نباشید. دلسرد نشوید و برای بودن در مکانی اشتباه گریه و زاری نکنید. هیچ انسانی در جایگاه و شغل نامناسبی نبوده است که در صورت خاص خود نتوانسته باشد جایگاه و حرفه مناسبش را پیدا کند. تصویر خود را از شغل مناسب با ایمان و اراده‌ای که به آن دست می‌یابید حفظ کنید، ولی به کار در حرفه فعلیتان بپردازید. از شغل فعلی خود به عنوان ابزاری برای رسیدن به حرفه‌ای بهتر و از محیط کنونی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به محیطی بهتر استفاده کنید. تصور شما از حرفه مناسب اگر با ایمان و اراده همراه شود، باعث می شود که خداوند متعال آن شغل مناسب را برایتان آماده کند و اگر عمل شما هم به روش معینی صورت پذیرد، باعث می شود که به آن شغل دست پیدا کنید. اگر کارمند یا حقوق بگیر هستید و حس می کنید که برای رسیدن به خواسته هایتان باید تغییر مکان دهید، این اندیشه را به فضا نفرستید تا شغل دیگری برایتان بیابد، زیرا به احتمال زیاد ناموفق خواهید بود. در حالی که با ایمان و اراده قوی همچنان به فعالیت در حرفه فعلیتان مشغولید، تصور خودتان را از شغل دلخواهتان حفظ کنید و بدانید که بدون تردید به این شغل دست خواهید یافت. تصور و ایمان شما نیروی خلاق را به حرکت در می آورد تا شغل دلخواهتان را به شما نزدیک کند و عملکردتان باعث می شود تا نیروهای موجود در محیط کنونیتان شما را به سمت جایگاه مطلوب حرکت دهد. در پایان این فصل عبارات دیگری را به خلاصه خود اضافه می کنیم. ماده متفکر وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده است و در حالت اصیل خودش تمام فضای جهان را در بر می گیرد. اندیشه‌ای در درون این جوهر آنچه به وسیله اندیشه به تصویر کشیده شود تولید می کند. انسان می تواند چیزها را در اندیشه‌اش شکل دهد و با تاثیرگذاری اندیشه‌اش بر جوهر بدون شکل باعث آفرینش آنچه درباره‌اش می اندیشد شود. برای انجام این کار انسان باید از اندیشه رقابتی به تفکر خلاق صعود کند.
او باید تصویر ذهنی واضحی از خواسته هایش را شکل دهد و این تصویر را در اندیشه هایش با اراده و ایمانی محکم و شکست ناپذیر که به خواسته هایش میرسد حفظ کند. آنگاه ذهنش را به روی هر آنچه ممکن است به تزلزل این اراده مبهم شدن تصویر یا خاموش کردن ایمانش منجر شود ببندد. اگر انسان خواهان دریافت خواسته‌اش در هنگام رسیدن آن باشد، باید همکنون و در محیط فعلی خود دست به اقدام بزند. عمل مؤثر. همانطور که در فصل‌های پیشین تشریح شد، شما باید از اندیشه خود استفاده کنید و در محیط فعلیتان هر کاری می‌توانید انجام دهید. شما فقط زمانی قادر به پیشرفت هستید که از جایگاه فعلیتان بزرگتر باشید و هر کس که کاری مرتبط با آن جایگاه را ناتمام ترک کند نمی‌تواند چنین باشد. جهان فقط با افرادی پیشرفت می‌کند که فراتر از جایگاه کنونی خود باشند. اگر هیچ کس جایگاه فعلیش را به خوبی پر نکند، آنگاه باید شاهد عقبگردی همگانی باشیم. این گونه افراد سرباری برای جامعه، دولت، تجارت و صنعت هستند و باید با هزینه گزاف توسط دیگران حمل شوند. پیشرفت دنیا نیز فقط به دلیل وجود همین هاست که به تأخیر می افتد. این عده متعلق به دوره‌ای در گذشته و سطحی پایین‌تر از زندگی هستند و گرایش آنها به انحطاط است. اگر تمام افراد جامعه کوچکتر از جایگاهشان باشند، آن جامعه هرگز پیشرفت نمی کند. تکامل اجتماعی به کمک قانون تکامل ذهنی و جسمانی هدایت می شود و در دنیای حیوانی تکامل از افزایش در زندگی به وجود می آید. هنگامی که موجود زنده‌ای بتواند به حیاتی پیش از آن چه میتوان از عملکردهای سطح او انتظار داشت برسد، در آن هنگام اندامهای پیشرفته تری را پرورش میدهد و صورتی جدید شکل میگیرد. اگر موجودات زنده‌ای نبودند که فراتر از جایگاه خود را پر کنند، هیچگاه گونه‌های جدید به وجود نمی آمدند. این قانون در مورد شما نیز صدق می کند. ثروتمند شدن شما رابطه مستقیمی با استفاده از این اصل در کارهایتان دارد. هر روز یا روز موفقیت است یا شکست. این روزهای موفقیت است که شما را به خواسته هایتان میرساند. اگر هر روز با شکست همراه باشد، هرگز نمیتوانید ثروتمند شوید، در حالی که اگر هر روز موفقیت آمیز باشد، بیشک ثروتمند خواهید شد. اگر کاری هست که باید امروز انجام شود و شما چنین نکنید، تا زمانی که این کار به هر کار دیگری مرتبط باشد، شکست میخورید و ممکن است نتیجه فجیع‌تر از آن چیزی باشد که در تصور بگنجد. شما حتی نمیتوانید نتایج جزئی ترین امور را پیش بینی کنید، زیرا طرز کار همه نیروهایی که از جانب خودتان به حرکت در آمده‌اند نمیدانید. خیلی از این نیروها ممکن است به انجام عمل ساده‌ای از جانب شما بستگی داشته باشد. شاید همان عملی که دری به سوی فرصت‌های بزرگ را به رویتان می‌گشاید. شما هرگز نمیتوانید از همه ترکیباتی که هوشمند متعال در دنیای تلاش و دستاوردهای بشر برایتان به وجود می آورد با خبر شوید و در نتیجه اهمال و شکست شما در انجام کاری کوچک ممکن است باعث تأخیر طولانی در رسیدن به خواسته هایتان شود. همه روزه هر کاری که در آن روز از دستتان برمی آید انجام دهید. به هر حال برای عبارت بالا محدودیت یا شرطی هم وجود دارد که باید به حساب آورده شود. قرار نیست که شما بیش از حد کار کنید یا کورکورانه بیشترین حجم کاری ممکن را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهید. همچنین قرار نیست شما کارهای فردا را امروز انجام دهید یا کارهای یک هفته را در یک روز به اتمام برسانید. در واقع نه تعداد کارهایی که می‌کنید، بلکه بازدهی هر کدام از کارها به صورت جداگانه است که به حساب می آید. هر عملی در ذات خود یا موفقیت است یا شکست، یا مؤثر است یا ناکارآمد. هر عمل ناکارآمدی شکست محسوب می شود و اگر شما زندگیتان را صرف امور ناکارآمد کنید، تمام زندگیتان شکست و ناکامی خواهد بود. هرچه کار بیشتری انجام دهید و همه آنها ناکارآمد باشند، برای شما بدتر
است. از طرف دیگر هر عمل مؤثری خود به خود موفقیت است و اگر همه امور در زندگیتان مؤثر باشد تمام زندگی شما موفقیت آمیز خواهد بود. دلیل شکست انجام کارهای بسیار زیاد در حالتی ناکارآمد است و علت موفقیت انجام امور کافی در وضعیتی مؤثر. همانطور که می‌بینید بدیهی است که در صورت عدم انجام هیچ عمل ناکارآمدی و به سرانجام رساندن تعداد کافی از اعمال مؤثر به طور قطع ثروتمند خواهید شد. اگر همکنون برایتان میسر باشد که هر عملی را به کاری مؤثر تبدیل کنید، باز هم خواهید دید که کسب ثروت همانند ریاضیات به دانشی دقیق تقلیل می‌یابد. اکنون پرسش این است که آیا شما می توانید تک تک کارهایتان را به مرحله موفقیت برسانید؟ و این کاری است که به طور قطع از عهده شما برمی‌آید. شما می توانید هر عملی را با موفقیت انجام دهید، زیرا قدرت کل در درون شما مشغول به کار است و به قدرت کل امکان ندارد که شکست بخورد. قدرت در خدمت شما است و برای مؤثر کردن هر عمل کافی است که بر آن قدرت اعمال کنید. هر عملی یا ضعیف است یا قوی. هنگامی که تمام فعالیت‌هایتان قوی باشد، در آن هنگام شما در حال عمل کردن به روشی معین هستید که شما را ثروتمند خواهد کرد. هر عملی را در هنگام اجرا با حفظ تصویر ذهنی و اعمال تمام قدرت ایمان و اراده بر آن میتوان قوی و مؤثر ساخت. اینجا نقطه شکست افرادی است که قدرت ذهنی را از عمل شخصی جدا می کنند. آنها از قدرت ذهن در مکان و زمانی خاص بهره می گیرند و در مکان و زمان دیگر عمل می کنند. بنابراین اعمالشان موفقیت آمیز نیست و بسیاری از آنها ناکارآمد است. اما هر عملی هر قدر هم پیش پا افتاده اگر با قدرت کل همراه شود بیشک موفقیت آمیز خواهد بود و طبق این اصل طبیعی که هر موفقیتی راه را به سوی دیگر موفقیت ها باز می کند، پیشرفت شما به سمت خواسته هایتان به شدت سرعت خواهد یافت. به یاد داشته باشید که هر عمل موفقی با نتایج خود جمع می شود. از آنجا که میل به زندگی بیشتر در همه چیز وجود دارد، وقتی به سمت زندگی بزرگتری حرکت می کند با چیزهای خوب بیشتری مواجه می شود و در نتیجه تأثیر تمایل او چند برابر خواهد شد. هر روز هر کاری که از دستتان برمی آید در حالتی مؤثر انجام دهید. منظورم از حفظ تصویر ذهنی یا حتی در هنگام انجام کوچکترین عملی این نیست که آن را باید همیشه و خیلی واضح با کوچکترین جزئیات ببینید، بلکه این کار مخصوص ساعات فراغت شماست که از تخیل خود در پروراندن جزئیات تصویر ذهنیتان استفاده کنید و آن را تا زمانی که حسابی در حافظه‌تان حک شود در نظر داشته باشید. اما اگر خواهان نتایج سریع هستید، تمام اوقات فراغت خود را به این تمرین اختصاص دهید. با تمرکز مداوم بر تصویر ذهنیتان، کوچکترین جزئیاتش نیز در ذهنتان حک می شود و آن را به خوبی به ذهن و جوهر بدون شکل منتقل می کنید. آنگاه در ساعات کاری فقط کافی است که به صورت موقتی به این تصویر ذهنی مراجعه کنید تا ایمان و اراده تان تهیج شود و بتوانید بهترین تلاشتان را به خرج دهید. در اوقات فراغت درباره تصویر ذهنیتان بیاندیشید تا ضمیر خودآگاه شما چنان مملو از آن شود که بتوانید تصورتان را تحقق ببخشید. تصور ذهنی شما چنان اشتیاق سوزانی را در وجودتان برمی‌انگیزد که حتی تصور آن قوی ترین انرژی های تمام وجود شما را فعال می سازد. بگذارید دوباره خلاصه مطالب خود را تکرار کنیم و عبارات پایانی آن را با تغییری اندک به نقطه‌ای که همکنون رسیدیم ارتباط دهیم. ماده متفکر وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده است و در حالت اصیل خودش تمام فضای جهان را در بر می‌گیرد. اندیشه‌ای در درون این جوهر آنچه به وسیله اندیشه به تصویر کشیده شود تولید می‌کند. انسان می‌تواند مواردی را در اندیشه‌اش شکل دهد و با تأثیرگذاری اندیشه‌اش بر جوهر بدون شکل باعث آفرینش آنچه درباره‌اش می‌اندیشد شود. برای انجام این کار انسان باید از اندیشه رقابتی به تفکر خلاق صعود کند. او باید تصویر ذهنی واضحی از خواسته هایش را شکل دهد و همه روزه با ایمان و اراده محکم هر کاری که میتواند کند در حالتی مؤثر انجام دهد.
رسیدن به شغل مناسب. موفقیت در هر شغل ویژه‌ای به برخورداری از توانایی‌های لازم برای آن حرفه وابسته است. بدون مهارت موسیقیایی نمیتوان معلم موسیقی موفقی شد. بدون توانایی‌های پیشرفته مکانیکی در هیچ کدام از پیشه‌های مرتبط با آن نمیتوان به موفقیت‌های عظیم دست یافت. بدون درایت و قابلیت‌های بازرگانی نمیتوان در تجارت موفق بود. ولی با تمام این اوصاف، داشتن این توانایی‌های فوق‌العاده در شغلتان ثروتمند شدن شما را بیمه نمی‌کند. موسیقیدان‌هایی با استعدادهای چشمگیر هستند که هنوز فقیر مانده‌اند. آهنگران، درودگران و بسیاری دیگر با توانایی‌های مکانیکی فوق‌العاده هستند که ثروتمند نمی‌شوند و تجاری که استعداد بسیار بالایی در بازرگانی دارند شکست می‌خورند. این توانایی‌های گوناگون همانند ابزار هستند. داشتن ابزار خوب ضروری است، اما استفاده از این ابزارها به روش درست از اهمیت بیشتری برخوردار است. یک نفر می‌تواند با اره تیز، گونیا و رنده مناسب اساسیه‌ای زیبا بسازد، ولی فردی دیگر با همان ابزارها ممکن است نسخه مشابه اما بدون استفاده آن اساسیه را بسازد، زیرا او نمی‌داند که چگونه از ابزار خوب به روشی درست استفاده کند. توانایی‌های گوناگون ذهن شما مانند ابزاری هستند که باید به کمک آنها ثروتمند شوید و اگر به حرفه‌ای مشغول شوید که از ابزار ذهنی آن برخوردار باشید، موفقیت برایتان راحت تر است. اگر بخواهیم کلی تر بگوییم، بهترین عملکرد شما در حرفه‌ای است که در آن از قوی ترین توانایی‌هایتان استفاده می کنید. همان قابلیت‌های ذاتیتان که به بهترین شکل به آنها مجهز هستید. البته برای این عبارت محدودیت‌هایی وجود دارد. هیچ انسانی نباید شغلش را در وابستگی دائمی به استعدادهای غریزی و اولیه‌اش بداند. شما می توانید در هر شغلی ثروتمند شوید، زیرا اگر مهارت لازم را نیز نداشته باشید، می توانید استعداد لازم برای آن را در خود پرورش دهید. این روند به آن معناست همانطور که به پیش می روید خود را به استعدادهای ذاتیتان محدود نکنید، بلکه ابزار خود را بسازید. بیشک موفقیت در شغلی که مهارت‌های لازم آن را دارید به مراتب برایتان آسان‌تر است، ولی شما می توانید در هر شغلی موفق شوید، زیرا می توانید استعداد ذاتی لازم را در خود پرورش دهید و هیچ استعدادی هم وجود ندارد که حتی از میزان حداقل اولیه‌اش محروم باشید. در واقع با پرداختن به کاری که در آن ماهرتر هستید آسانتر ثروتمند خواهید شد، اما با مشغول شدن به حرفه دلخواهتان بسیار رضایتمندانه تر این مسیر را خواهید پیمود. پرداختن به آنچه می‌خواهید زندگی حقیقی است. اگر برای همیشه مجبور به انجام کاری باشیم که آن را دوست نداریم و هرگز هم نتوانیم به حرفه دلخواهمان برسیم، هیچ وقت نمیتوانیم به رضایت حقیقی در زندگی دست یابیم. البته مسلم است که شما قادرید هر کاری دلتان میخواهد انجام دهید. همین میل به انجام آن اثباتی است برای وجود این توانایی. میل مظهری است از قدرت. میل نواختن موسیقی قدرتی است در جستجوی تجلی و پرورشی که میتواند موسیقی بنوازد. میل به اختراع وسایل مکانیکی نیز استعدادی به دنبال تجلی و توسعه است. هنگامی که هیچ قدرتی برای انجام کاری نباشد، هرگز میلی هم برای انجام آن کار وجود نخواهد داشت. پس جایی که میل شدیدی به انجام کاری وجود دارد، اثبات مسلمی از قوی بودن در انجام آن است که فقط نیازمند پرورش و به کارگیری روش درست است. اگر همه شرایط برابر باشد، بهتر از شغلی را انتخاب کنید که در آن استعدادهایتان به خوبی پرورش یافتند. ولی اگر میل شدیدی به انجام کار به خصوصی دارید، باید آن را به عنوان غایت نهایی خود برگزینید. شما قادرید هر آنچه می‌خواهید انجام دهید و این حق شماست که حرفه و کسب و کاری را دنبال کنید که با سلیقه شما هماهنگ باشد و برایتان خوشایندتر است. شما مجبور به انجام کاری که نمی‌خواهید نیستید و نباید همین کار را
انجام دهید مگر به عنوان وسیله‌ای برای رساندن شما به حرفه دلخواهتان. اگر اشتباهات گذشته تان شما را در حرفه و محیط نامناسبی قرار داده است، شاید مجبور شوید مدتی به کاری که دوست ندارید بپردازید. ولی دانستن این مطلب که همین کار موجب رسیدن شما به شغل مورد نظرتان است، باعث می شود که کارتان خوشایندتر شود. اگر حس می کنید که در شغل مناسبی نیستید، برای رسیدن به حرفه دیگر زیاد عجله نکنید. به طور کلی بهترین راه برای تغییر شغل و محیط پیشرفت است. در صورت فراهم آمدن موقعیت، اگر پس از بررسی دقیق حس می کنید که فرصت مناسب است، از تغییر ناگهانی و اساسی نهراسید. اما اگر در منطقی بودن این کار شک دارید، هرگز دست به عملی شتاب زده و ریشه‌ای نزنید. در سطح آفرینشی هیچ عجله و کمبود فرصتی وجود ندارد. هنگامی که از فکر رقابتی خارج شوید، خواهید فهمید که هرگز نیازی به عمل شتاب زده ندارید. هیچ کس نمیخواهد شما را شکست دهد، زیرا به اندازه کافی برای همه وجود دارد. اگر جایی پر شد، کمی جلوتر جایی بهتر برای شما باز خواهد شد. وقت بسیار است. هنگامی که شک دارید صبر کنید، به تعمق درباره تصور خود بپردازید و ایمان و اراده تان را افزایش دهید و در زمان شک و دودلی با تمام وجود به شکرگزاری رو بیاورید. یکی دو روز پرداختن به تجسم آنچه می‌خواهید و شکرگزاری برای رسیدن به آن، ذهن شما را چنان به خداوند متعال نزدیک می‌کند که در هنگام فعالیت هیچ اشتباهی را مرتکب نمی‌شوید. ذهنی وجود دارد که همه دانستنی‌ها را می‌داند و شما می‌توانید با شکرگزاری عمیق و ایمان و اراده به پیشرفت در زندگی به وحدتی کامل با این ذهن برسید. اشتباهات در واقع از عمل شتاب زده، فراموشی روش درست و تردید در وجود وفور نعمت و فراوانی برای همه ناشی می‌شود. اگر به عمل به روشی معین ادامه دهید، فرصت‌های بیشتری به سمت شما می‌آیند. بنابراین شما باید در ایمان و اراده خود بسیار پایدار باشید و با شکرگزاری خود را در ارتباط نزدیک با ذهن کل نگه دارید. سعی کنید همه روزه هر کاری که از دستتان برمی‌آید بدون عیب و نقص انجام دهید، ولی بدون عجله، نگرانی یا ترس این کار را انجام دهید. هرچه می توانید سریعتر به پیش بروید، ولی هرگز عجله نکنید. به خاطر بسپارید که با عجله کردن از آفرینشگری باز می ایستید و به رقابت کننده تبدیل می شوید و دوباره به همان سطح قدیم باز می گردید. هر زمان که خود را در حال عجله یافتید، مدتی دست نگه دارید و تمام توجه خود را به تصویر ذهنی خواسته هایتان معطوف کنید و برای به دست آوردن آنها شکر خدا را به جا بیاورید. تمرین شکرگزاری هرگز در تحکیم ایمان و بازسازی اراده شما شکست نخواهد خورد. تأثیر افزایش: چه شغلتان را تغییر دهید و چه نه، اعمال شما باید در ارتباط با حرفه‌ای باشند که همکنون به آن مشغول هستید. شما با استفاده سازنده از شغل کنونیتان می توانید حرفه دلخواهتان را به دست آورید با انجام کارهای روزانه‌تان به روشی معین. اگر شما شغلی به ارتباط حضوری یا غیر حضوری با دیگران بستگی دارد، تمام کوشش‌هایتان باید صرف انتقال تأثیر افزایش به ذهن آنها باشد. افزایش همان چیزی است که تمام مردان و زنان در جستجویش هستند، زیرا این خاص هوشمند بدون شکل درون آنها به دنبال تجلی کاملتر است. میل به افزایش به صورتی جدایی ناپذیر در تمام طبیعت وجود دارد. این انگیزه بنیادین جهان است. تمام فعالیت‌های بشر بر اساس میل به افزایش است. مردم در جستجوی غذا و تجمل بیشتر، لباس و سرپناه بهتر، زیبایی و دانش و لذت بیشتر، به طور کلی افزایش در هر چیز و زندگی بیشتر هستند. هر موجود زنده‌ای تحت این الزام برای پیشرفت پیوسته است. با توقف، افزایش، تباهی و مرگ به سرعت دست به کار می شوند. انسان به طور طبیعی این مطلب را می داند و به همین دلیل همیشه در جستجوی بیشتر است. عیسی درباره این قانون ابدی افزایش می گوید فقط کسانی که بیشتر می خواهند چیزی برایشان باقی می مانند. بنابراین کسی که چنین خواسته‌ای ندارد
باید حتی داشته‌هایش هم از او گرفته شود. میل طبیعی به افزایش ثروت مسئله شیطانی و قابل سرزنش نیست، بلکه میل به وفور نعمت و فراوانی در زندگی است که هدف اصلی به شمار می آید و چون این عمیق‌ترین غریزه طبیعی انسان‌ها است، همه مردان و زنان مجذوب کسی می شوند که موارد بیشتری را در زندگی برایشان به ارمغان بیاورد. با پیروی از روش معینی که در صفحات قبل توضیح داده شد، شما در حال کسب افزایش برای خود و تمام کسانی هستید که با شما سر و کار دارند. شما خود یک مرکز آفرینش هستید و هر کسی که با شما در ارتباط باشد مشمول قانون افزایش می شود. از این مطلب مطمئن باشید و اطمینان از این حقیقت را به هر مرد، زن یا کودکی که با او در تماس هستید منتقل کنید. به هیچ وجه مهم نیست که این تراکنش چقدر کوچک است. حتی اگر فقط فروختن یک بسته آبنبات به کودک خردسالی باشد، در فروشتان این اندیشه افزایش را قرار دهید و مطمئن شوید که مشتری تحت تاثیر این اندیشه قرار گرفته است. با هر کاری این تأثیر پیشرفت را منتقل کنید. در آن هنگام مردم در می‌یابند که شما فردی پیشرو هستید و باعث پیشرفت هر فردی که در تماس با شما قرار دارد می‌شوید و همه مردم این اندیشه افزایش را منتقل کنید. حتی کسانی که قصد فروش چیزی را به آنها ندارید، فقط در جامعه با آنها ملاقات می‌کنید. شما با حفظ این ایمان محکم که خودتان در مسیر افزایش هستید می توانید این تأثیر را به دیگران نیز منتقل کنید. برای این کار باید هرچه لازم است فرا بگیرید و با ایمان خود به دیگران الهام ببخشید. حس کنید که در حال ثروتمند شدن هستید و دیگران را نیز ثروتمند می کنید و مزه‌اش را به همه می چشانید. در موفقیت خود اغراق نکنید، مغرور هم نشوید و بدون لزوم درباره آن صحبت نکنید. ایمان حقیقی هرگز خودخواهانه نیست. هر شخص متکبری که بیابید فردی را یافتید که در نهان هراسان و مردد است. به سادگی ایمانتان را حفظ کنید و اجازه دهید تا در هر واکنشی وارد عمل شود. بگذارید تا هر عمل، لحن و نگاهتان این اطمینان بی صدا را فریاد بزند که شما ثروتمند خواهید شد و همکنون نیز ثروتمند هستید. برای انتقال این حس به دیگران نیازی به کلمات نیست. آنها حس افزایش را در حضورتان لمس می کنند و مجذوب شما می شوند. شما باید طوری بر دیگران تأثیر بگذارید که حس کنند آنها هم در همراهی با شما از قانون افزایش بهره می برند. مشاهده می کنید که در اینجا شما نسبت به بهایی که آنها می پردازند ارزش بهره‌وری بیشتری را به ایشان می دهید. صادقانه به این کارتان افتخار کنید و بگذارید که همه بدانند شما هرگز کمبود مشتری نخواهید داشت. مردم جایی می روند که مشمول افزایش شوند و خداوند متعال هم که مایل به افزایش در هر زمینه ای است و همه چیز را می داند، مردان و زنانی که حتی تاکنون نام شما را هم نشنیدند به سویتان روان می کند. کسب و کار شما به سرعت رونق می‌یابد و از منافع غیر منتظره‌ای که به سویتان می‌آید حیرت زده می‌شوید. در آن هنگام روز به روز می‌توانید مجموعه‌های بزرگتری بسازید و منافع عظیمتری را تامین کنید و اگر هم مایل بودید به شغلی بپردازید که بیشتر با سلیقه‌تان جور در می‌آید. ولی برای انجام تمام این امور باید بینش و تصور خود را از خواسته‌هایتان حفظ کنید و با ایمان و اراده محکم باور داشته باشید که به خواسته هایتان میرسید. اکنون لازم است تا درباره انگیزه ها توصیه دیگر کنم. مواظب این وسوسه خائنانه برای طلب قدرت بر دیگر انسان ها باشید. هیچ چیز برای ذهنی خام خوشایندتر از اعمال قدرت و حکومت بر دیگران نیست. برای قرون متمادی میل به فرمانروایی خودخواهانه طلسم دنیا بوده است. در تمام این سالهای پرشمار پادشاهان و فرمانروایان زمین را در جنگ‌هایشان برای توسعه حکومت خود آغشته به خونهای بسیاری کردند و این کار نه تنها طلب زندگی بیشتر برای همه بلکه برای کسب قدرت بیشتر برای خودشان بوده است.
امروزه انگیزه اصلی در جهان تجارت و صنعت نیز همین است. انسان‌ها ارتش دلارهایشان را به صف می‌کشند و جان و قلب میلیون‌ها تن را در تقلای دیوانه‌وار و مشابه برای قدرت بر دیگران نشانه می‌روند. سلاطین اقتصادی همانند سلاطین سیاسی تحت اغوای شهوت قدرت هستند. مراقب باشید تا گرفتار هیچ کدام از این وسوسه‌ها نشوید. کسب اقتدار برای ارباب شدن فراتر از عموم به نظر آمدن و با خودنمایی و ولخرجی بر دیگران تأثیر گذاشتن و صدها وسوسه دیگر. ذهنی که خواهان سلطه بر دیگران باشد ذهنی رقابتی است. برای تسلط بر محیط و سرنوشت خود به هیچ عنوان لازم نیست تا بر دیگران حکم برانید. زمانی که برای کسب مقام و قدرت وارد منازعه جهانی شوید، مغلوب تقدیر و محیط می شوید و در آن هنگام ثروتمند شدنتان به بخت و اقبال وابسته می شود. مراقب ذهن رقابتی باشید. درباره ذهن آفرینشگر هیچ عبارتی را نمیتوان بهتر از این بیانیه معروف مرحوم جونز تولدو که به قانون طلایی شهرت دارد پیدا کرد. هر آنچه برای خود میخواهم برای همه میخواهم. انسان پیشرو. مطالب فصل پیش به همان اندازه که در مورد فردی تاجر سقط می‌کند برای پیشه‌ور و حقوق بگیر هم به کار می‌رود. تفاوتی ندارد که شما پزشک، معلم یا روحانی باشید. اگر بتوانید افزایش در زندگی را به دیگران هدیه دهید و حقیقت این قانون را برایشان آشکار کنید، مردم مجذوب شما میشوند و شما ثروتمند خواهید شد. پزشکی که خود را به عنوان شفادهنده‌ای بزرگ و موفق تصور می‌کند و با ایمان و اراده در جهت تحقق کامل این تصور به کار می‌پردازد، چنان به منبع حیات نزدیک می‌شود که با عظیم‌ترین موفقیت‌ها دست می‌یابد و بیماران گروه گروه به سوی او می‌آیند. برای انتقال آموزه‌های این کتاب هیچ کس موقعیتی بهتر از پزشک ندارد. به هیچ وجه مهم نیست که او به کدام دانشکده پزشکی رفته است، زیرا اصول معالجه برای همه آنها یکسان است و همگیشان نیز به احتمال زیاد در یک سطح کلی به سر میبرند. پزشک به عنوان انسانی پیشرو تصور ذهنی واضحی را از خود به عنوان شخصی موفق در نظر میگیرد. در آن هنگام با پیروی از قوانین ایمان، اراده و شکرگزاری مسئولیت هر مورد قابل درمانی که تقبل می کند و بدون توجه به دارویی که آن را به کار می گیرد هر موردی را درمان می کند. در زمینه دین جهان به شدت مشتاق واعظی است که بتواند به علاقه‌مندان دانش حقیقی وفور نعمت در زندگی را بیاموزد. کسی که به تمام علوم خوب و عالی بودن، کسب عشق و جزئیات دانش ثروتمند شدن مسلط باشد و بتواند آنها را از طریق وعظ به دیگران بیاموزد، هرگز با کمبود حضار مواجه نخواهد شد. کتاب‌های مقدس هستند که دنیا به آنها نیاز دارد. افزایش را در زندگانی به ارمغان می‌آورند و انسان‌ها مسرورانه به آنها گوش فرا می‌دهند و از کسی که این آموزه‌ها را ارائه می‌کند حمایت فراوانی می‌کنند. نیاز کنونی دنیا اثبات تجربی دانش زندگی از روی منبرهاست. ما به واعظانی را می‌خواهیم که نه تنها در سخن بلکه در وجود خود و با عملشان چگونگی آن را نشان دهند. ما به واعظی نیاز داریم که خود ثروتمند، سالم، ماهر و محبوب باشد تا چگونگی رسیدن به این چیزها را به ما بیاموزد. چنین کسی هنگامی که بیاید پیروانی فراوان و وفادار را خواهد یافت. معلمی که با ایمان و اراده بتواند به شاگردانش افزایش در زندگی را بیاموزد نیز همین گونه است. او هرگز بدون شغل نخواهد ماند. هر معلمی که این ایمان و اراده را داشته باشد، چون بخشی از عمل و زندگی خودش شده است، میتواند آن را به شاگردانش هم منتقل کند. آنچه برای معلم، واعظ و پزشک درست است، در مورد وکیل، دندانپزشک، سیاستمدار، مأمور بیمه و هر کس دیگری نیز صدق می‌کند. ترکیب عمل شخصی و ذهنیش شکست ناپذیر است و هر مرد یا زنی که از این راهنمودها به طور پیوسته، مصرانه و جز به جز پیروی کند، ثروتمند خواهد شد. قانون افزایش در زندگی در عملکرد خود از لحاظ ریاضی به همان اندازه قانون جاذبه زمین قطعی است. می‌بینید که ثروتمند شدن دانشی است
دقیق. تمام این مطالب برای فردی حقوق بگیر هم مصداق دارد. اگر در جایی کار میکنید که هیچ موقعیت آشکاری برای پیشرفت وجود ندارد، حقوق اندک و خرج زندگی بالا است، حس نکنید که هیچ فرصتی برای ثروتمند شدن ندارید. تصویر واضحی از خواسته هایتان را شکل دهید و با ایمان و اراده دست به اقدام بزنید. همه روزه هر کاری از دستتان برمی آید انجام دهید و سعی کنید تا هر تکه از کارتان را به صورتی موفقیت آمیز به پایان برسانید. قدرت موفقیت و اراده کسب ثروت را در تمام کارهایتان جاری کنید، اما این کار را فقط برای جذب علاقه کارفرما یا بالا دست خود انجام ندهید تا شاید به شما ارتقای مقام دهد، زیرا به احتمال زیاد چنین نخواهند کرد. کسی که کارگر خوبی باشد و با توانایی‌های ویژه جایگاه خود را به خوبی پر کند و از کارهایش نیز راضی باشد، هرچند برای کارفرمایش ارزشمند است، به او ترفیع نمی‌دهد، زیرا این آدم در جایی که قرار دارد بیشتر می‌ارزد. برای پیشرفت کافی نیست که تنها بسیار فراتر از جایگاهتان باشید. کسی به پیشرفت خود مطمئن است که علاوه بر فراتر از جایگاه خود بودن، تصویر کلی واضحی از آن چه می‌خواهد شود در ذهن خیش داشته باشد و بداند که می‌تواند به طور قطع به این جایگاه دست یابد. هرگز برای خوشایند کارفرمایتان فراتر از جایگاهتان نباشید. این کار را با انگیزه پیشرفت خود انجام دهید. ایمان و اراده افزایش را چه قبل از کار، چه هنگام کار و چه پس از ساعت کار خود در نظر بیاورید. آن را به صورتی حفظ کنید تا هر کسی که با شما در ارتباط است، از سرکارگر و همکار گرفته تا زیردست و ارباب رجوع، قدرت اراده‌ای که از شما ساطع می شود حس کند. در نتیجه همه این حس پیشرفت و افزایش را از شما میگیرند و مجذوب شما میشوند. در آن هنگام اگر امکان پیشرفت در شغل فعلیتان وجود نداشته باشد، خیلی زود شاهد موقعیتی برای کسب شغلی دیگری خواهید بود. قدرتی وجود دارد که برای انسان پیشرویی که در راستای تبعیت از قانون افزایش در حرکت است، موقعیت‌های زیادی ارائه می‌کند. اگر به روشی معین عمل کنید، بیشک خداوند به شما کمک می‌کند، زیرا با این کار به خودش در پیشبرد اهدافش کمک کرده است. هیچ چیزی در شرایط محیطی و صنعتی پیرامونتان نمیتواند شما را عقب نگه دارد. اگر نمیتوانید با کار کردن برای اتحادیه فولاد ثروتمند شوید، بیشک با فعالیت در مزرعه‌ای 10 جریبی خواهید توانست و اگر به روشی معین عمل کنید، به طور حتم از چنگک‌های اتحادیه فولاد خواهید گریخت و به مزرعه یا هر جای دیگری که آرزویتان است می روید. اگر فقط چند هزار تن از شاغلان اتحادیه فولاد به روشی معین عمل می کردن، آنگاه طولی نمی کشید که اتحادیه بد جور به مخمصه می افتاد و مجبور می شد یا موقعیت های بهتری را برای کارکنانش فراهم کند یا از گردونه تجارت خارج شود. هیچ کس نباید برای چنین اتحادیه هایی کار کند، زیرا تا وقتی افراد در بی‌توجهی به دانش ثروتمند شدن یا سستی در عمل به آن به سر میبرند، اتحادیه ها آن را در شرایط ناامید کننده‌ای نگه می‌دارند. اندیشیدن و عمل کردن به این روش را شروع کنید. در آن هنگام ایمان و اراده تان شما را به سرعت در وضعیتی قرار می‌دهد که شما شاهد فرصت‌هایی بیشمار برای بهبود وضعیت خود باشید. چنین فرصت‌هایی بسیار سریع می‌آیند، زیرا خداوند متعال که در همه جا و در وجود شما به فعالیت مشغول است، آنها را زودتر از آنچه تصورش را کنید برایتان فراهم می‌کند. منتظر فرصتی نباشید که مطابق با تمامی خواسته‌هایتان باشد. هرگاه موقعیتی فراتر از وضعیت کنونیتان به شما ارائه شد و به آن راغب بودید، آن را بپذیرید. این اولین قدم در جهت موقعیتی بزرگتر خواهد بود. برای کسی که برای پیشرفت و ترقی زندگی می کند، هیچ گونه کمبود فرصتی در این جهان وجود ندارد. این سرشت ذاتی گیتی است که همه موجودات در خدمت انسان باشند و با یکدیگر برای خیر او کار کنند. اکنون اگر عمل و تفکر او به روشی معین باشد، به طور قطع ثروتمند می شود. پس بگذارید تا همه مردان و زنان شاغل این کتاب را با دقت فراوان بخوانند و دوره عملی آن را با اطمینان اجرا کنند و یقین داشته باشند که این روش هرگز شکست نخواهد خورد. تذکرات پایانی: بسیاری از افراد وجود دانش دقیق ثروتمند شدن را به باد تمسخر خواهند گرفت،
زیرا بر این باورند که منابع ثروت محدود است و اصرار دارند که پیش از هر کاری این نهادهای اجتماعی و دولتی هستند که باید تغییر کنند، ولی این مطلب حقیقت ندارد. این درست است که بسیاری از حکومت‌های فعلی توده‌ها را در فقر نگه می‌دارند، اما دلیلش این است که توده‌ها به روشی معین فکر و عمل نمی‌کنند. اما اگر توده‌ها بر اساس پیشنهادهای این کتاب حرکت کنند، هیچ دولت یا نظام صنعتی نمی‌تواند آنها را متوقف کند. تمام نظام‌ها باید به صورتی اصلاح شوند که با این حرکت رو به جلو مطابقت داشته باشند. اگر مردم ایمان و ذهنی پیشرو داشته باشند که می‌توانند ثروتمند شوند و با اراده‌ای محکم در جهت ثروتمند شدن قدم بردارند، هیچ چیز هرگز نمی‌تواند آنها را در فقر نگه دارد. افراد ممکن است در هر زمانی و تحت هر حکومتی به این روش معین روی بیاورند و خود را ثروتمند سازند و هرگاه جمع کثیری از افراد تحت حکومتی چنین کنند، نظام را مجبور به اصلاح می کنند تا راه را برای پیشرفت دیگران باز کند. هرچه افراد بیشتری در سطح رقابتی ثروتمند شوند، برای دیگران بدتر است و هرچه تعداد کسانی که بر اساس تفکر خلاق ثروتمند میشوند بیشتر باشد، برای دیگران بهتر خواهد بود. رستگاری اقتصادی توده ها فقط هنگامی ممکن است که تعداد زیادی از مردم روش علمی این کتاب را به کار ببرند و ثروتمند شوند. آنها راه را به دیگران نشان میدهند و میل به زندگی حقیقی را به آنها منتقل می کنند و به آنها ایمان و انگیزه‌ای می دهند که این کار شدنی است و با اراده محکم می توان آن را به دست آورد. به هر حال در این لحظه کافی است بدانید نه حکومتی که تحت آن زندگی می کنید و نه هیچ یک از نظام‌های سرمایه‌داری یا رقابتی صنعتی نمی تواند شما را از ثروتمند شدن باز دارد. هنگامی که شما وارد سطح آفرینش شوید، مافوق همه چیز قرار می گیرید و به شهروند حکومتی دیگر تبدیل می شوید. ولی به یاد داشته باشید که اندیشه شما باید بر سطح آفرینش استوار باشد. شما نباید حتی برای لحظه تسلیم مبحث محدودیت منابع شوید و به عمل در سطح رقابتی، یعنی حتی از نوع اخلاقیش، بپردازید. هرگاه به روش‌های قدیمی تفکر سقوط کردید، به سرعت خود را اصلاح کنید، زیرا تا زمانی که در ذهن رقابتی به سر می‌برید، همکاری دانای کل را از دست داده اید. به جز برای امور ضروری روزمره، هیچ وقتی را صرف برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی برای حالات اضطراری محتمل الوقوع آنها را میتوان در هنگام وقوعشان هم رسیدگی کرد. پس به جای این کار برای انجام موفقیت آمیز امور امروزتان تمرکز کنید. خود را هرگز نگران غلبه بر موانعی نکنید که ممکن است در افق کسب و کارتان پدیدار شوند، مگر اینکه یقین داشته باشید برای جلوگیری از وقوع آنها باید همین امروز مسیرتان را تغییر دهید. به هیچ وجه مهم نیست که موانع از دور چقدر بزرگ به نظر می آیند، زیرا در میابید که با فعالیت به روشی معین هنگام مواجهه با آنها ناپدید می شوند یا راه فراری برایتان نمایان خواهد شد. هر مانع هر قدر هم پیچیده نمیتواند مردان یا زنانی که بر اساس خطوط دقیق و علمی ثروتمند شدن قدم برمی‌دارند متوقف کند. هیچ مرد یا زنی نیست که از قانون پیروی کند و در ثروتمند شدن ناموفق باشد. همانطور که وقتی کسی 2 را در 2 ضرب می کند نمیتوان به جوابی جز 4 برسد. ذهنتان را با اندیشیدن درباره مصائب، موانع و شرایط نامساعد محتمل مضطرب نکنید. هنگام وقوع اینها زمان کافی برای رویارویی وجود دارد و در خواهید یافت که هر مشکلی راه حل خود را به همراه دارد. مراقب سخنان خود باشید. هرگز درباره خودتان، تلاش‌هایتان یا هر چیز دیگری با ناامیدی سخن نگویید. هرگز زیر بار احتمال وقوع شکست نروید و به صورتی صحبت نکنید که معنای شکست از آن استنتاج شود. هرگز از سختی روزگار و شرایط تجاری سخنی به میان نیاورید. روزگار و شرایط تجاری فقط برای کسانی که در سطح رقابتی هستند میتواند سخت و نامطمئن باشد، ولی چنین چیزی هرگز نمیتواند برای شما نیز وجود داشته باشد. شما می توانید هر آنچه می خواهید بیافرینید و موافق ترس و تردید باشید. درست زمانی که دیگران روزگاری سخت و کسب و کاری بد دارند، شما می توانید فرصت‌هایتان را بیابید.
به خود بیاموزید که دنیا را به چشم چیزی در حال رشد و تبدیل ببینید و به شیطان ظاهری به عنوان موجودی ناقص بنگرید. همیشه با عبارات مثبت و پیشرفت مدارانه سخن بگویید، زیرا عمل کردن برخلاف این روش همانا رد ایمانتان است و رد ایمان یعنی از دست دادن. هرگز به خود اجازه ناامیدی ندهید. ممکن است در زمانی خاص انتظار چیزی معین را داشته باشید ولی آن را در موعد مقرر به دست نیاورید، ولی این در نظر شما همانند شکست جلوه کند. ولی اگر به ایمانتان متکی باشید در میابید که این فقط در ظاهر مانند شکست است. به فعالیت به این روش معین ادامه دهید و اگر آن چیز را دریافت نکردید به چیزی به مراتب بهتر خواهید رسید. در آن هنگام می‌بینید که آن شکست ظاهری در حقیقت موفقیتی عظیم بوده است. یکی از دانشجویان این دانش ذهن خود را بر ایجاد مجموعه تجاری خاصی متمرکز کرده بود که در آن زمان برایش بسیار خواستنی به نظر می‌رسید. او چند هفته برای آن تلاش کرد ولی درست در موعد مقرر آن طرح به طرز غیر قابل توضیح شکست خورد. اینطور به نظر می‌رسید که گویی نیروی پنهان علیه او به پا خواسته بود، ولی او ناامید نشد. خدا را هم برای رفع این میل سپاس گفت و با ذهنی شکرگزار به تلاشش ادامه داد. در طول چند هفته به چنان موقعیتی برخورد کرد که در آن کسب و کار نخستین به هیچ وجه نمیتوانست به آن برسد و مشاهده کرد چگونه ذهنی پیش از او میدانست جلوی او را از دست دادن خیر عظیمتر با گرفتار کردن خود به منفعت کمتر گرفت. این همان روشی است که در آن هر شکست ظاهری دریچه‌ای به سوی موفقیت‌های بیشتر است. البته به این شرط که ایمان خود را حفظ کنید، به هدف و مقصود خود بچسبید، همواره شکرگزار باشید و همه روزه هر کاری را که از دستتان برمی‌آید با موفقیت تمام به انجام برسانید. وقتی شکست می‌خورید به این دلیل است که به اندازه کافی نخواستید. ادامه دهید و بدون تردید چیزی بزرگتر از آنچه به دنبالش بودید به سویتان می آید. این را به خاطر بسپارید. شما به دلیل کمبود استعدادهای لازم در انجام امور دلخواهتان شکست نخواهید خورد، زیرا اگر همانطور که راهنمایی کردم ادامه دهید می توانید تمام استعدادهای لازم را در خود پرورش دهید. پرداختن به دانش پرورش استعدادها در حیطه این کتاب قرار نمی گیرد، ولی به همان قطعیت و سادگی فرایند ثروتمند شدن است. از ترس شکست در هنگام مواجهه با مشکلات به دلیل عدم توانایی دچار شک و تزلزل نشوید. با تمام قوا به کار خود ادامه دهید و مطمئن باشید که هنگام مواجهه با آن مشکل به توانایی‌های لازم هم مجهز خواهید شد. همان منبعی که به لینکلن درس نخوانده توانایی داد تا بتواند در دولت آمریکا دست به کاری بزند که هیچ کس به تنهایی قادر به انجامش نبود. برای شما هم مهیاست. شاید هم بخواهید از دانای کل در مواجهه با مسئولیت‌هایی که متوجه شماست کمک بگیرید. پس با ایمان کامل به کارتان بپردازید. کتاب حاضر را بخوانید و تا تسلط کامل بر همه نظریاتش آن را همنشین دائمی خود کنید. بکوشید تا وقتی مشغول تحکیم ایمانتان هستید از بیشترین لذت‌ها و تفریحات نیز بهره مند شوید. از سخنرانی‌هایی که عقایدی مخالف در آن بیان می‌شود دوری کنید. نوشته‌های مخالف یا بدبینانه را نخوانید و درباره این موضوع وارد هیچ بحثی نشوید. به جز کتاب‌های نویسندگانی که در مقدمه ذکر شد خیلی کم مطالعه کنید و بیشتر اوقات فراغت خود را به تعمیق تصویر ذهنیتان، افزایش شکرگزاری و مطالعه این کتاب بپردازید. این کتاب هر آنچه در مورد دانش ثروتمند شدن باید بدانید در بر دارد. تمام این موارد به صورت خلاصه در فصل بعد ذکر شده است. خلاصه دانش ثروتمند شدن. ماده متفکر وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده است و در حالت اصیل خود تمام فضای جهان را در بر می‌گیرد. اندیشه‌ای در درون این جوهر آنچه به وسیله اندیشه به تصویر کشیده شود تولید می‌کند. انسان میتواند چیزها را در اندیشه‌اش شکل دهد و با تأثیرگذاری اندیشه‌اش بر جوهر بدون شکل باعث آفرینش آنچه درباره‌اش میاندیشد شود. برای انجام این کار انسان باید از اندیشه رقابتی به تفکر خلاق صعود کند.
در غیر این صورت نمیتواند در هماهنگی با هوشمند بدون شکل باشد که همیشه آفریننده است و هرگز در روحش هیچ رقابتی نیست. انسان با شکرگزاری صادقانه و با نشاط برای نعمتی که جوهر بدون شکل به او ارزانی داشته است میتواند به این هماهنگی کامل دست یابد. شکرگزاری ذهن انسان را با هوشمندی جوهر یکی میسازد تا بدون شکل اندیشه هایش را دریافت کند. انسان فقط با احساس عمیق و پیوسته شکرگزاری است که به یک پارچگی با هوشمند بدون شکل میرسد و میتواند در سطح آفرینش باقی بماند. انسان باید تصویر ذهنی واضحی از آنچه آرزو دارد داشته باشد، انجام دهد یا شود بسازد و با تکیه بر این تصویر ذهنی به طوری که گویا به تمام این خواسته ها رسیده است از خداوند متعال سپاسگزار باشد. کسی که آرزویش ثروتمند شدن است باید اوقات فراغت خود را صرف تعمیق تصویر ذهنی خود و شکرگزاری مشتاقانه کند، زیرا حقیقت به او عطا شده است. هیچ چیز، حتی تنش بیش از حد نیز نمیتواند ذره‌ای از اهمیت تفکر مداوم بر تصویر ذهنی که با ایمانی محکم و شکرگزاری همراه است بکاهد. در این فرایند تأثیر اندیشه به بدون شکل منتقل می شود و نیروهای آفرینشگر را به حرکت در می آورد. انرژی آفرینشگر از همان مجاری طبیعی رشد و بر اساس نظم اجتماعی و صنعتی عمل می کند. هر آن کس که با ایمانی محکم از راهنمودهای ذکر شده پیروی کند به طور قطع تمام آنچه در تصویر ذهنیش گنجانده است دریافت خواهد کرد. ولی این چیزها از همان راه‌های معمولی داد و ستد و تجارت به دست او میرسند. انسان باید فعال باشد تا بتواند آنچه متعلق به اوست دریافت کند و این فعالیت به معنای فراتر بودن از جایگاه کنونیش است. او باید در ذهنش اراده ثروتمند شدن از طریق تحقق تصویر ذهنیش را حفظ کند و همه روزه هر کاری که میتواند با موفقیت تمام به انجام برساند. او باید به هر شخص نسبت به بهایی که دریافت میکند ارزش بهره‌وری بیشتری بدهد تا هر معامله‌اش به افزایش در زندگی منجر شود. او باید اندیشه پیشرفت را طوری مورد توجه قرار دهد که این تأثیر افزایش را به تمام کسانی که با او در تماس هستند منتقل کند. مردان و زنانی که راهنمودهای مذکور را به کار ببرند بیشک ثروتمند خواهند شد. در تناسب مستقیم با قطعیت تصورشان، ثبوت ارادهشان، پایداری ایمانشان و عمق شکرگزاریشان است. پایان کتاب علم ثروتمند شدن. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. اگر که این کتاب برایتون خوشایند بود و مورد استفاده تون قرار گرفت با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و کتاب بعدی ما کتاب مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف خواهد بود. بسیار سپاسگزارم.